بذار اینجا تست کنم. خب سلام، خیلی خوش اومدید به لایو امشب. امشب یک لایو خیلی خفن داریم درباره سنسورهای کولرهای اسپلیت. این لایو اصلا از دست ندید چون بعد 24 ساعت حذف میشه و نکات خیلی خفنی رو میخوام درباره سنسورهای کولرهای اسپلیت بهتون بگم. من یه چک کنم صدام هست. آره صدام هست. مطالبی که داخل این لایو میخوام بهتون بگم چون از جای مختلف جمع آوری شده، اینجا یک جا به صورت یه دست خدمتتون میگم. معمولا این مطالب رو به این تمیزی جایی نمیتونید پیدا کنید، حالا کتابی، دوره یا هر چیزی که باشه. معمولا این ور اون ور نکته ها جسته و گریخته پراکنده بهتون میگن. اینجا میخوام تمیز بهتون بگم یک بار برای همیشه این مبحث سنسورها رو با هم دیگه ببریم جلو. خب یه مولتیمت اینجا دارم، یه کولر، 2 تا بورد که درباره سنسورها صحبت کنیم. خب سنسور اصلا چیه؟ سنسور خودش یک کلمه انگلیسیه، به فارسی میشه حسگر. یه ابزاری که نسبت به یه چیزی واکنش بده، احساسش کنه، بهش میگن سنسور. تو کولرگازی ما سنسور دما داریم، سنسورایی که نسبت به دما حساسن و واکنش نشون میدن. خب کولرگازی کار اصلیش چیه؟ تهویه هوا رو خنک کنه. چجوری میفهمه هوا خنک شده؟ چجوری تست میکنه؟ به وسیله سنسورها. و حالا به طور خیلی ساده بخوام بگم، توی همه کولرهای جهان ما 2 تا سنسور اصلی رو داریم. حالا شاید سنسورهای اضافه تری باشه، ولی 2 تا سنسور اصلی که تو کل کولرهای جهان هست، یکی سنسور پایپه، یکی سنسور رومه. روی این کولر اگر از نزدیک ببینیم، بغل این لوله ها یه دونه لوله هست، یه دونه سنسور رفته داخلش. میکشیم بیرون، یه همچین چیزیه، یه تیکه مسیه که رفته داخل یه لوله. به این میگن سنسور پایپ یا سنسور لوله، وصل به لوله های اواپراتور. یه دونه سنسور دیگه توی این مجموعه هست، اینه، بهش میگن سنسور روم، سنسور اتاق یا سنسور محیط. یه سنسوری دورش یه عایق پلاستیکی داره که حالا توی این مدل اینجاست. خب بذار سر جاش بذارمش. حالا فهمید میخوام دربارش صحبت کنم، گیر کرد. بعضی از کولرها اینجاست، بعضیا این بالاست، بعضیا این زیرشونه. کاری ندارم. این 2 تا سنسور یه کوچولو توضیح میدم که کارشون چیه، بعد میریم سراغ ایبیابی و تست و این داستاناشون. وقتی مشتری میاد و کولر رو روشن میکنه و با کنترل میزنه 22 درجه، کولرگازی برای اینکه روشن بشه اول نگاه میکنه که دما چنده. این سنسور همون اول دمای هوا رو میخونه، به بورد میگه مثلا اتاق 30 درجه است، ساب کولر گذاشته رو 22 درجه مثلا. پس این بورد با توجه به حرف این سنسوره کمپرسور روشن میکنه، انقدر روشنش میذاره تا این سنسور هوا بگه خب هوایی که من دارم مکش میکنم و میدم بیرون رسیده به 22 درجه و بورد حرف این سنسور رو گوش میده و کمپرسور رو خاموش میکنه. این یه سنسور بعدی سنسور پایپه. سنسور پایپ رفته توی لوله چسبیده به اواپراتور. این چی داره میگه؟ این کاری به دمای هوای محیط و این داستانا نداره. داره میگه که آیا اواپراتور خنک هست یا نه. وقتی ما کولر رو روشن میکنیم، فرض کنید اصلا گاز نداره، خب این باید متوجه بشه و خاموش بشه. 1 دقیقه 2 دقیقه طول میکشه. اگر گاز نداشته باشه، اواپراتور خنک نشه، این سنسور پایپ یا لوله به بورد میگه که تو روشن کردی کمپرسور رو، ولی اواپراتور اصلا خنک نشده. پس بورد مثلا تشخیص میده یا گاز چیه، فقط میدونه که سرما به اینجا نرسیده و از این طریق مثلا کولر رو خاموش میکنه، یه دونه ارور میزنه. ما اگر این عملکرد سنسورها رو بدونیم، خیلی راحت میدونیم که چه عیبایی میتونه ممکنه به خاطر سنسور باشه و چه عیبایی ممکنه که به خاطر چیزای دیگه‌ای باشه. خیلی ساده بخوام بگم، سنسورها مثل فرض کنید اگر بورد راننده این کولره قطعات مختلف رو روشن خاموش میکنه، سنسورها مثل نقش خون این رانندن، مثل چشمای این رانندن.
دمای هوا، دمای اواپراتور رو سنس میکنن، بهش میگن، اونم تصمیم میگیره. و این مثال تو ذهنتون داشته باشید. میتونیم حالا بپردازیم به ABAB و بقیه کارهایی که میخوایم انجام بدیم. اینجا من روی کاغذ یه سری نکات نوشتم که یادم نره با این نظم و ترتیبی بهتون بگم که حرفا معنی بیشتری داشته باشه. حالا که ما داستان سنسورها رو شناختیم، حالا بریم سراغ ABAB شون. یه زمانایی هست یه کولر مدام روشن خاموش میشه. مشتری زنگ میزنه میگه کولرم هر مثلا نیم ساعت 5 بار 6 بار 10 بار روشن خاموش میشه. شما قبل از اینکه بری سر کار میگی خب چرا این داره مدام خاموش روشن میشه؟ چطوری مثلا این بورد تشخیص میده که کمپرسور رو روشن کنه یا خاموشش کنه؟ سنسور بهش گزارش میده. پس یکی از دلایل زیاد روشن و خاموش شدن کولرهای اسپلیت همین سنسوره. شما رفتی پای کار، سنسورها رو ببین. بعضی از اوقات هست این سنسوری که اینا اگر از نزدیک ببینید، این سنسور اتاقه. خب توی بعضی از اسپلیت ها این اینجا یه دونه حفاظ داره، اینجاست. اگر اون حفاظه نباشه یا این چسبیده باشه به اواپراتور، این به جای اینکه دمای هوا رو بخونه، دمای این پنل رو میخونه. پنل هم که خیلی این رادیاتش خنک میشه، این مثلا میگه خاموش میکنه، گرم میشه، بلافاصله روشن میشه. تا روشن میشه این سرد میشه، دوباره دستور خاموشی میده. یه دونه سنسور اتاق یا سنسور روم یا سنسور دمای محیط اگر از کاور خودش بیاد بیرون بچسبه به اواپراتور، کولر مدام روشن خاموش روشن خاموش روشن خاموش. و به همین راحتی شما میتونید ABAB کنید که اگر یه سنسوری سر جاش نباشه، دما رو به اشتباه گزارش بده، به جای دمای هوا دمای اواپراتور رو بگه، خب یکی از دلایلش اینه که کولر زیاد روشن خاموش میشه، یا اصلا یه سره کار میکنه، یا اصلا خاموش نمیشه. چون ما عملکرد سنسور رو میدونیم، ABABش دیگه برامون راحت تر میشه. یا بذارید یه مثال دیگه بزنم. فرض کنید یک کولر یه سره شده، یه سره داره کار میکنه و خاموش نمیشه، یا مثلا دما رو میذارن رو 23 ولی دمای اتاق خیلی سرد میشه. خب اونجا هم یعنی سنسور داره خیلی به درستی کار نمیکنه و به موقع دستور خاموشی رو نمیده. میای میبینی مثلا به جای اینکه سنسور محیط این بالا باشه، مثلا سنسور محیط رفتی یه گوشه دیگه، یه جایی که هیچ وقت خنکی برگشتی و حس نمیکنه. یا بذارید یه مثال دیگه بزنم. البته خب ABAB ها دلایل مختلفی دارن. همینجا یه نکته رو بگم. وقتی که میگم مثلا یه کولر یه سره کار میکنه، خب ممکنه مثلا کنتاکتور خراب شده باشه، ممکنه سیم کشی اتصالی کرده باشه مدام روشنه، اینا رو کاری ندارم. اگر ایراد از چیز دیگه ای باشه، چجوری بگم، سنسور وقتی خراب باشه، کمپرسور یه سره کنه، زیاد خاموش روشنش کنه یا هر چیزی، برق کمپرسور از توی بورد قطع میشه. حالا اگر مستقیما توی بورد برق میفرسته یا مثلا فرمان کنتاکتور رو میفرسته، شما یه کمپرسور زیاد خاموش روشن میشه، میری چک میکنی، حالا اینجا دم دست ندارم، میبینی که برقش از بورد داره قطع و وصل میشه. خب این دیگه ربطی به کمپرسور نداره دیگه، بورد و سنسورها دارن یه کارایی میکنن. ولی اگر نه، خازنش خرابه، کنتاکتورش خرابه و اینا، برق سرش هست، خودش همونجا روشن خاموش میشه، اون یه بحث دیگه است. وقتی ایراد از سنسورها باشه، کلا برق کمپرسور یعنی فرمانش از سمت بورد و اینا هدایت میشه. این نکته رو تو پرانتز گفتم. و دیگه سنسورها مثلا ایراداتی که میتونن داشته باشن، مثلا طرف میگه کولر رو میذارم روی 16 درجه، روی 18 درجه و هنوز هیچی خنک نشده، این خاموش میشه، میره روی فن. شما میری میبینی که چرا میره روی فن، اوورلود نمیکنه، موتورش همه چی اوکیه، بورد داره دستور خاموشی رو میده. بعد میری مثلا سنسور محیط رو میبینی، مثلا این زیر افتاده توی آبا و آب خنک کولر که روش میریزه فکر میکنه هوا خنک شده و دستور خاموشی میده. اینو برمیداری خشکش میکنی، میذاری سر جاش، تموم شد و رفت. پس این عملکرد سنسورها رو اگر بدونیم، ABAB اینجوری راحت تر میشه. خب اینجا میخوام یه روش تست سنسور رو بهتون بگم. یه روش 3 مرحله‌ایه. ما با سنسور زیاد سر کار داریم. سنسور پایپ و روم توی همه کولرها هست
و اینا به مرور زمان خب میگم عملکرد خیلی مهمی هم دارن. ما میرسیم پای یک کولر، روشن خاموش میشه، زودتر از موعد خاموش میشه، یه سره شده، دما رو به دمای تنظیمی نمیرسونه. میخوام تست کنیم سنسورها آقا چه جورین. اینجا میخوام روش تست سنسور پایپ و سنسور روم رو بهتون بگم. یکی از دقیق ترین روش های تست سنسورها روش تست 3 مرحله‌ایه. من توی 3 مرحله تست میکنم که این سنسور خرابه یا سالمه. حالا هر سنسوری که میخواد باشه. برای این کار من 2 تا بورد آوردم. بذار ببینم روی این پنل بهتون بگم یا روی بوردا بهتون میگم بهتره. خب روش تستشون با مولتی متره. یه مولتی متر باید داشته باشی. این یه دونه بورد. حالا میزم یه مقدار خیسه. یه نکته امنیتی همینجا بهتون بگم. اگر یه زمانی خواستید یه بورد مادر هر چیزی رو تست بگیرید، بورد رو روی میز فلزی اگر میذارید اصلا برقشو وصل نکنید چون خطرناکه. پشت بورد رو که میبینید همش مدارای لهم شده با قل و ایناست. روی میز فلزی روشن کردن مطلقاً ممنوع. خب من یه بورد دارم. شما رفتی بالای یه کولر، شک کردی، گفتی آقا سنسوراش خرابه یا نه، حالا میخوای تستش کنی. این تست 3 مرحله داره. مرحله اول، اینجا رو از نزدیک اگر ببینید، من اول سنسورهای این بورد رو جدا کنم. این سنسور فلزی سنسور لوله است. اینم سنسور روم یا اتاقه. 2 تا سوکت داره. تست اولیه سنسور اینجوریه. اول سنسورها رو جدا میکنی. من میخوام این سنسور رو تست کنم. اول اومش رو میگیرم. مولتی متر رو میذارم روی اوم این سنسور رو میگیرم و شما داخل صفحه این ببینید که این سنسور چه اومی داره. خب اینو میذارم رو 2 پایه این. خب این الان داره 11 کیلو اوم رو به من نشون میده. پس یه اومی رو به من نشون داد. اوم این سنسور پایپ 11 کیلو اومه. این یعنی این یه سنسور 10 کیلوه. وقتی میگن یه سنسور 10 کیلوه، حالا 5 کیلوه، 15 کیلو اوم، هر چی که هست، یعنی تو دمای 25 درجه باید اون اوم داشته باشه. این یه سنسور 10 کیلو اومه. اگر اینجا دما 25 درجه بود 10 کیلو رو نشون میداد. الان چون هوا سردتره 21-2 درجه میشه، این اومش میره بالا و 11 رو داره به من نشون میده. اگر اینو اوم گرفتم 0 رو نشون داد. اوم 0 یعنی اتصال کوتاه. 2 تا پایش رو گرفتم 0 رو نشون داد، یعنی این سنسور اتصال کوتاه شده و به درد نمیخوره. پس حتما سنسور باید یه اومی داشته باشه. این اولین تست. حالا بریم اون یکی هم تست کنیم. این سنسور چی بود اسمش؟ سنسور محیط. اینم روی این 2 تا پایش میذارم. اینم حدود 11 رو نشون میده. پس مرحله اول تست ما اوم میگیریم، اوم رو نشون داد. اینم یه سنسور 10 کیلوه که حالا هوا سردتر شده، این بالاتر رفته. تغییرات دمای اینا برعکسه. این سنسور 10 کیلوه، هوا سرد بشه میره بالاتر میشه 11 کیلو. هوا گرم بشه، مثلا هوا بشه 30 درجه، این میاد زیر 10. یعنی دما که بره بالا مقاومت میاد پایین، دما که بیاد پایین مقاومتش میره بالا. اینا یه سری مقاومت‌های متغیرن. به اصطلاح بهشون میگن NTC Negative Temperature Coefficient. اگه تلفظش اشتباه نگفته باشم، ضریب دمایی منفی. اینا چپکیان. سرد بشه اوم میره بالا، گرم بشه اوم میاد پایین. تست اول ما انجام دادیم، هر 2 تا اوم داشتن. تست دوم، اینا مقاومت متغیرن. این اگر گرم و سرد بشه باید تغییر کنه. پس الان 11 بودن دیگه، درسته؟ من با دستم اینو گرمش میکنم، باید مقاومتش بیاد پایین. اگر پایین اومد یعنی این نسبت به دما حساسه. دما که عوض میشه اینم بالا پایین میشه. خب بریم از این شروع کنیم. من دستکشمو در میارم، با دستم اینو گرمش میکنم. حالا ببینم از 11 رسیده به چند.
اومشو بگیرم. از 11 رسیده به 9. خب یه مقدار بیشتر گرمش میکنم. حالا دوباره میگیرم. هشت. حالا کم کم که دوباره گرم میشه میره بالاتر، سرد میشه میره بالاتر کم کمک. از تست دومم به درستی عبور کرد. من اینو یه مقدار گرمش کردم، ohmش بالا پایین شد. اگر شما اینو گرمش کردی ohmش بالا پایین نشد، این به اصطلاح ohm فیکس شده، ohmش ثابته، دما تغییر میکنه مقاومت تغییر نمیکنه، پس این سوخته. اگر ohmش ثابت بود، ohm فیکس بود، سوخته. ولی چون جابجا میشه احتمالاً سالمه. این شد تست دوم، هم ohm داشت تست اول، تست دوم ohmش با حرارت حساس بود، بالا پایین میشد. خب بریم سراغ تست سوم. تست سوم اینجوریه که الان من 2 تا تست رو انجام دادم. برد خارج از کولر بود و من کشیدمش بیرون. این 2 تا تست من تست سرد بودن. تست بعدی تست گرمه. خب تست گرم یعنی چی؟ یعنی من اینو بزنم به برق و روشنش کنم. حالا اینجا من ندارم یه سیم سیاری که یه مقدار وقت گیره که بیارم اینو بزنم، ولی براتون توضیحش میدم. این برد اولا روی میز فلزی نباشه. حالا شما که تست میکنید معمولا روی کولره، یا اگر نه یه جای غیر فلزی بذارید. بردو بزنید به برق، فازونولش رو وصل کنید. اینجا رو از نزدیک اگر ببینید من توضیح میدم. حالا اگر فکر میکنید یادتون میره یادداشت کنید. مرحله سوم تست گرم هست. 2 تا سنسور رو در میاری، مولتی متر رو میذاری روی ولتاژ DC. وقتی روی ولتاژ DC گذاشتی، برد باید به هر کدوم از این پایه ها وقتی که سنسور روش نیست چقدر بده؟ معمولا 5 ولت DC. حالا اینجا من برق رو وصل نکردم، وصل کنم میشه 5 ولت DC. اینم اگر وصل کنم اینم میشه 5 ولت DC. وقتی که سنسور روش باشه چی؟ اگر 5 ولت رو داد، یعنی برد داره برق این سنسورها رو تامین میکنه. اگر ما اینجا 5 ولت DC رو نداشتیم یعنی چی؟ یعنی برده خرابه و به درد نمیخوره. یا حالا میکروش آسیب دیده، یا اون مسیری که سنسورها تا میکرو هست. حالا من بردم زیاد سر در نمیارم، ولی این چیزیه که از بردسازه یاد گرفتم. اگر اینجا ما 5 ولت رو نداریم، توی این مسیر مخالفاتی که به میکرو میرسه یا خود میکرو ایراد داره، پس 5 ولت DC اینجا باید داشته باشیم. حدود 99% بردها طراحیشون اینجوریه که به سنسور برق 5 ولت میدن، معمولا اینطوریه. حالا وقتی من برق 5 ولت رو داشتم، سنسورها رو وصل میکنم و بعد از اینکه وصل کردم یک بار دیگه ولتاژ از روی خود سنسورها میخونم. این روشنه، 5 ولت هم داره. یک بار دیگه ولتاژ DC رو از اینجا میگیرم. معمولا باید حدود بین 2 تا 3 ولت رو به من بده. اینم حدود بین 2 تا 3 ولت DC رو به من بده، اوکیه. حالا یه برد هست طراحی مدارش جوریه که مثلا 2 4 ولت میده. یه برد دیگه هست طراحی اون جوریه 2 7 ولت میده. همین حدود بین 2 تا 3 ولته. راه سوم تست، برد رو به برق میزنی. سنسور رو که میکنی باید 5 ولت DC داشته باشه. سنسور رو که میزنی طراحیشون جوریه که بین 2 تا 3 ولت رو داشته باشه. این تست سوم هم که انجام دادیم، یعنی برد و سنسورها تقریبا میشه گفت سالمن. این روش تست 3 مرحله‌ایه. حالا اگر که تازه اومدی، من یه مرور ریز بکنم. حالا اون مقدمه‌شو کاری ندارم. 3 تا روش برای تست سنسورها ما داریم. سنسور رو میکنی بیرون، ohmش رو میگیری، باید بین حالا 5 کیلو باشه باید 5 نشون بده، 10 کیلو باشه باید 10 نشون بده، اما بالا پایین باشه حالا یکم بالاتر یکم پایینتر. تست دوم با دستت سنسورها رو گرم و سردش میکنی، باید ohm بالا پایین بشه. تست سوم تست گرمه، برق رو به برد وصل میکنی، یا اگر کولره میزنی به برق پایه هاشو میکنی، باید 5 ولت DC داشته باشی. اگه 5 ولت یا هر ولتی که اینجا هیچ ولتی نداشتی، مطمئن میشی که بردت روشنه.
مثلا فیوز شیشه‌ای چیزی نسوخته باشه، برد اوکی باشه. اگر برد اوکیه، برق روی پایه‌های سنسور نیست، برد خرابه. ولی اگر برق بود و مثلا بین 2 تا 3 ولت بود، اونجا دیگه مطمئن میشیم که این سنسور و برد سالمه. این روش تست 3 مرحله‌ای بود. حالا اینجا علاوه بر این که ما روش تست سنسورها رو بلدیم، یه تیر خلاص هم با هم یاد بگیریم که دیگه مطمئن بشیم پای یک کولر رفتیم ایراد از سنسوره یا نه. 4 تا 5 تا 6 تا سنسور زاپاس با خودتون داشته باشید. اغلب کولرها سنسورهای 5 کیلو و 10 کیلو میخوان، ولی خب 15 کیلو هم داریم، 20 کیلو هم داریم. من اگر جای شما بودم، یعنی خودم همین کارو میکنم، یه سنسور 5 10 15 20 روم دارم، سنسور پایپم یه 5 و 10 و 15 و 20 دارم. حالا شاید این 7 8 تا سنسور خریدن یه مقدار هزینه رو دستتون بذاره، چون این سنسورها همچین ارزون هم نیستن، ولی به کارمون میاد. شما همه سنسورها رو داری، رفتی اونجا میبینی این سنسور مشکوکه، کولر کار میکنه، هنوز خنک نشده، خاموش میشه، فلان، تستم کردی سالمه، ولی همچی دلت خورس نیست. خب بردار یه دقیقه اون سنسور خودت که سالمه رو بذار روش، بذار کولر کار کنه و اونجوری دیگه مطمئن میشی ایراد از سنسوره یا نه. یعنی یه هزینه اولیه میکنی، کل سنسورها رو میخری، هر جا رفتی موقت تعویض میکنی، اینجوری دیگه مول لادرز کارت نمیره، مطمئنی که ایراد از سنسور نیست. خب دیگه چی نوشتم؟ اینجا شاید یه چیز جالب بهتون بگم. ایرادات سنسوری معمولا زیاد پیش میاد. خب شما اگر یعنی ایبیابیتون قوی باشه، میدونید که کولرهای گازی اساس کارشون سنسور است دیگه، هر جا رفتی باید سنسور رو تست کنی. حالا خیلی رو من دیدم مثلا میرن یه ایراد مال سنسور بوده میگیرنش، بعد میگن وای ما مثلا این 1000 نفر اومده بود نتونسته بود حلش کنه، من اومدم حلش کردم، سنسورش اینجوری کردم. خب سنسور پایه و اساس کولرهای اسپلیته. کولر یه کوچولو رفتارش عجیب غریب باشه، خب ما نگاه میکنیم فرمانای عجیب غریب اگر صادر بشه باید سنسور رو تست کنیم. روش تست 3 مرحله‌ایش هم گفتم و زاپاس هم داشته باشید که کارتون دیگه بهتر پیش میره. اینجا میخوام یه سری نکات ساده رو بگم. نکات ساده است ولی اغلب ایبیابیا، یعنی اغلب ایرادات، چجوری بگم، پرتکرارترین ایرادات مربوط به همین چیزاییه که الان میخوام بهتون بگم. ما 3 گروه ایراد داریم. 3 گروه ایراد پرتکرار داریم مربوط به سنسورهای کولرهای اسپلیت. این 3 گروه رو بشناسی، هر جا رفتی اول اینا رو تست کن، اگر از اینا نبود بعد حالا سنسور رو تست کن، به برد شک کن یا به هر چیزی. ولی این چیزایی که میگم خیلی پرتکراره. ایرادات اول ایرادات مربوط به سنسور رومه، این سنسور اتاق. این سنسور اتاق خیلی از اوقات، مثلا توی این برد بهتون نشون بدم، این یه برده، سنسور اتاقش یه دونه حفاظ داره، این وصل میشه روی اواپراتور. خب اینجوری خیلی از اوقات حالا این در میاد بیرون میاد یا کج میشه، مثلا این سنسورش اینجوری چسبیده به اواپراتور، همین این از سر جاش در بیاد بچسبه به اواپراتور، کولر گیج میزنه. رفتی سر کار شک کردی ایراد از سنسوره، اول تست کن این سر جاش باشه. مورد بعدی، این اگر از نزدیک نشون بدی چون کولر گازی پر از رطوبته، حالا خیلی از اوقات فیلترها کثیفه میچسبه، اینا همه در هم بر هم، اینم زیر فیلتره، معمولا پیش میاد که آب میره داخل این آب میره، این به جای اینکه دمای هوا رو سنس کنه، دمای آب داخل پوستش رو داره سنس میکنه و همینه که به اشتباه میفته و میبینی کولر عجیب غریبه. اینو برمیداری، اگر توش آب خشکش میکنی، تمیزش میکنی، رفتار کولر میشه مثل روز اول. و همین گاهی اوقات همین حساس میشه، زود به زود خاموش روشن میشه، میتونی مثلا جاشو عوض کنی، ببری این ورتر ببری اون ورتر. بس ایرادات اول مربوط به محل نصب سنسور داخلیه. شما اینو جاش بد باشه، توش آب بره، بیفته تو آب درین و اینا، دیگه خوب کار نمیکنه. به همین سادگی سنسور رو تکون میدی، سر جاش میذاری و اوکی. اگر بازم اوکی نشد که دیگه تست سنسور رو بهتون گفتم. ایرادات پرتکرار که مربوط به گروه دوم ایرادات هستن، ایرادات سنسور پایپه، اونم مثل همینه. سنسور پایپ هم یه محل نصبی داره دیگه. این سنسور داخل یه لوله است، اینجا یه دونه خار گذاشتن، این اگر نباشه
این داخل این بازی میکنه. خیلی از اوقات این گم میشه، اینو همینجوری میذارن. خب این یه بار چسبیده یه بار نچسبیده، این اگر لغ بزنه گزارش اشتباهی به برد میده و خراب میشه. رفتی اونجا دیدی این لغه، یه دونه خار براش بذار. اگر خار نداشتیم چیکار کنیم؟ یه تیکه سیم افشان بردار، لختش کن، یکم سیم بزن، جاشو تنگ کن، بعد اینو قشنگ با فشار بفرست بره داخل. این خار اگر نباشه این گیج میزنه. این ایراد اول. محل نصبش خیلی مهمه. و یه ایراد دیگه‌ای که توی سنسورهای پایپ به وجود میاد، یه نکته بگم، سنسور پایپ معمولا خرابیش از سنسور روم بیشتره، از سنسور محیط بیشتره. حالا اینو من به شخصه ندیدم، ولی اغلب بردسازایی که بردای کولرهای اسپلیت زیادی سمتشون میره میگن که سنسور پایپ، سنسور لوله خرابیش بیشتر از سنسور محیط. دلیل هم داره. خب این کار بیشتری انجام میده. سنسور اتاق دمای اتاق رو میگیره. دمای اتاق هم بین 20 تا 30 درجه است، معمولا همیشه توی همینه. ولی سنسور لوله مثلا دمای اواپراتور شاید تا 4-5 درجه هم بیاد پایین، اگر گرمایش بگیرن شاید تا 50-60 درجه هم بره بالا. پس سنسور لوله از 4-5 درجه بگیر تا 50-60 درجه بازی زیادی داره، دما رو سنس میکنه و بازش بیشتره، فشار کاری روش بیشتره، خرابیش هم بیشتره. حالا اینا رو گفتم که بگم که این به خاطر اینکه فشار کاری روش زیاده معمولا 2 تا بیماری میگیره، یا تنبل میشه یا بیش فعال میشه. سنسورهای پایپی هستن که این انقدر کار کرده، اینا از نزدیک اگر نشون بدی، مثلا این لوله سیاه شده، جرم گرفته، خاک گرفته، آلودگی گرفته، انقدر دورش کثافت اینا گرفته، این اتصالش به این لوله خوب برقرار نیست و همین باعث میشه که مثلا دما رو به خوبی سنس نکنه و عملکرد درستی نداشته باشه. شما سنسور رو میکشی بیرون، دورش رو تمیز میکنی، اگر لازم شد یه سنباده خیلی ریز دور این سنسور پایپ میزنی و جاش میزنی. خیلی وقتا بوده کولر به درستی کار نمیکرده، ارور میزده، ارور سنسور و اینا خاموش میشده، مثلا طرف یه سنباده ریز دورش زده، تمیز کرده، جاش زده، سنسور سر حال شده و گزارش درست داده و اوکی شده. پس وقتی این سنسور تنبل میشه یعنی کثیف میشه، باید دما رو سریع سنس کنه و بده به برد، ولی این کار انجام نمیده. اینجا یه نکته رو بگم، اینا درست مقاومتن. مثلا این سنسور 10 کیلو اومه، ولی اومو که به برد گزارش نمیده. برد یه ولتاژ میفرسته، این مثل مقاومته، مثلا 5 ولت تا برد میفرسته، از این مقاومت رد میشه و اینا میشه 2.5 ولت، مثلا 2.4 ولت با ولتاژ با برد حرف میزنه. این وقتی کثیف میشه، تغییرات مقاومت اومیش دیر به دیر بالا پایین میشه، به 100 ولت گزارش میده. یعنی با درصدهای خیلی دقیق این سنسورها، یعنی به قیافه ساده شون نگاه نکنید، سنسورهای دقیقی هن، با ولتاژ با برد حرف میزنن. مسیر ارتباطیشون اینجوریه و همین یه ذره کثیفی تغییرات خیلی دقیقی اونجا گزارش میده و همین تو عملکردش تأثیر میذاره. پس اگر تنبل شده یا خیلی دیدید کثیف مسیفه و اینا، یه مقدار سنباده بزنید، زرنگش کنید. گفتم یه بیماری دیگه‌ای که این سنسور میگیره بیش فعالیه. خیلی از اوقات هم هست این سنسور بدنش نازکه، بدنش زیادی نازک شده. مثلا این اواپراتور داره درست کار میکنه، این اینجاست، ولی چون بدنش نازک شده تا یکم سرما بهش میخوره همش احساس میکنه که این داره یخ میزنه. سر اینجا گزارشش رو میده، آقا برد این کولر داره یخ میزنه، بردم کولر رو خاموش میکنه. مثلا کولر میبینی مدام خاموش میشه. اینجا دیگه سنسور حساس شده، بیش فعال شده. اونجا شما میتونید بکشیدش بیرون، یه لایه چسب، مثلا چسب برق دورش بزنید، چسب معمولی، چسب شفاف بزنید، سر جاش بزنید، یا مثلا نصفشو بکشید بیرون که زیاد در تماس با اون لوله نباشه و میبینید که مشکل کولر برطرف میشه. همین سنسور پایپ همین سر جای خودش که نصبه، اگر خوب متصل نباشه ارور میزنه، زیادی هم حساس باشه ارور میزنه، گاهی اوقات با تکون دادن همین یا با همون گفتم اگر جاش لقه سیم افشان بزنید داخلش، میبینید که رفتار کولر اوکی میشه. اینم گروه دوم ایراداتی بود که گفتم. گروه اول محل نصب سنسور پایپ اوکی باشه، گروه دوم محل نصب سنسور پایپ اوکی باشه، تنبل نباشه، بیش فعال نباشه. گروه سوم ایرادات پرتکراری که پیش میاد
یا به سادگی ما میتونیم حلش کنیم، ایرادات سنسوری مربوط به سوکت هاست. اینا روی بورد سوکت دارن دیگه، درسته؟ اینجا اگر حالا ببینید این دوتا سنسوره. خب من سنسورها رو جدا کنم. این دوتا سنسورها اینجا یه دونه سوکت دارن. خیلی از اوقات طرف میگه من کولر رو نصب کردم، بعد از نصب روشن نمیشه، من کولر رو سرویس کردم روشن نمیشه، من یه تعمیراتی انجام دادم. خب شما کافی اینو بیاری بیرون، مثلا سفت جاش نزنی، شل باشه، همین اتصال برقرار نباشه، یا میبینی مثلا یکی از این پایه ها کج شده، این اتصال سوکت هم خیلی از اوقات طرف بورد رو میکنه میفرسته برای بوردساز اینو اینجوری فشار میده و این روشن میشه. پس اینا رو محکم جا میزنید. حالا اگر بخواید خیلی مطمئن بشید که این وصل شده یا نه، خب تست بازر میگیرید. من نمیدونم، شاید داخل این سیم قطع شده، میخوام ببینم این واقعا به بورد وصل شده یا نه. مولتیمتر رو میذارم روی تست بوق، خب این الان بوق میزنه. میخوام ببینم این 4 تا سیم وصل شده یا نه. از این ور میفرستم داخل، از این ور پشت بورد نگاه میکنم، این پایه است، این وصل. 3 تا دیگه بوق نمیزنه. میخوام این پایه آخری هم ببینم اینم وصل یا نه. از این ور میفرستید رو سوکت، از این ورم میبینید که بوق میزنه یا نه. با این تست بوق میشه راحت متوجه شد. البته وقتی این تستا رو میکنید بهتره که برقی توی بورد نباشه و تستتون رو انجام بدید. روی وصل کردن سوکت ها، به خصوص سوکت های سنسورها خیلی حساس باشید. باز یه تعمیرکار بورد تعریف میکرد، میگفت یه سری بوردها هستن، بعضی از کولرها رو دیدید که گرمایش دارن و یه سنسور از داخل بورد بیرون رفته به بیرون، یه سنسور پایپ کندانسور. حالا کولرهای قدیمی که گرمایش داشتن سنسور پایپ توی کندانسور هم داشتن. حالا مثل اینکه کم کم داره اون سنسور حذف میشه و قطعات دیگه توی بورد جایگزین همون سنسور شدن و به نظر کولرهای جدید سنسور پایپ کندانسور نمیخوام برای گرمایش. حالا نمیدونم چرا، مگر اینکه حالا کولر 2 بورد باشه. این تعمیرکار بورد میگفت که کولری هست که تو گرمایش مشکل داره و ارور میزنه، ارور سنسور کندانسور میزنه و همه کارش هم کردن. بعد میارن پیش من میدونم کولری که هر کاری کردن درست نشده و سنسور پایپ کندانس داره، اینا برای اینکه این سیم سنسور پایپ بیاد برسه به بورد 2 تا سوکت داره. یه سوکت همینجا بهش وصل میشه، سیم ارتباطی تا پنل بیرون، تو کندانسور هم یه سوکت داره. میگفت سوکت‌های سنسورها اگر تو پنل بیرون باشن، چون آب و خاک و اینا هست، خیلی سریع سولفاته میشن. میگفت تا میارن سوکتو، من اون سوکت سنسور رو میکنم، 2 تا سیم رو به هم وصل میکنم و اوکی میشه. میگفت چندین مورد برام پیش اومده که فقط سوکت ارتباطی سنسورها سولفاته شده، شما این سوکت رو بکن، سیما رو بزن به هم، اوکی میشه. و بس سوکت ها خیلی مهمن، حتما جا خورده باشن، قبل و بعدش رو تست میکنیم وصل باشه. اگر جایی هم سوکت داره حتما قبل و بعد سوکت رو با همین تست بازری که با هم دیگه انجام دادیم، تست بوق، اوکی میکنیم. هر جا شک داشتید 2 تا سیم به هم وصلن یا نه، قبل و بعدش رو به هم وصل کن، اگه بوق زد وصله. پس سولفاتی کردن سوکت ها رو هم جدی بگیرید. خب من ببینم دیگه چی هست که نگفته باشم. خب یه 2 تا مطلب دیگه هم بگم. این چیزهایی که دارم میگم و همین در حال ضبطش هستم که بذارم داخل دوره تعمیرات. خب یه نکته عیبیابی بگم برای اینکه ما سرعت ما توی تشخیص عیب بالا بره. خرابی سنسورها توی کولرهای اسپلیت زیاده. معمولا اگر اول لایو بودید گفتم که سنسورها حکم چشم بوردو دارن. شما یه کولر رو روشن میکنی، مثلا میذاری روی 16 درجه کول یا سرما روشن میکنی، بورد اول نگاه میکنه دمای محیط چنده. خب شاید دمای محیط 10 درجه است، شما روی 16 درجه بذارین که اصلا روشن نمیشه. پس نگاه میکنه دمای محیط چنده و تو چی خواستی ازش که کمپرسور روشن بشه یا نه. پس شما قبل از اینکه اینو روشن کنی، بورد اول نگاه به حرف سنسور میکنه، بعد نگاه میکنه شما چی میخوای، دستور روشنی دادی یا هر چیزی. حالا از این ما چی میفهمیم؟
اگر یه کولر سنسورش قطع باشه یا خراب باشه تو لحظه اول ارور میزنه. یه کولر هست من تا روشن کردم ارور میزنه، اصلا مهم نیست ارور E1 E2 E10 هر چی که هست، لحظه اول وقتی ارور میزنه یعنی سنسوره. چرا؟ چون بورد اول نگاه به سنسور میکنه، بعد میگه خب دمای چند میخوای، مقایسه میکنه، روشن میکنه. اروری که تو ثانیه اول میزنه ما اول باید شکمون بره سمت سنسورا. حالا اگر موتور فنش خراب باشه، کمپرسور اینا خراب باشه، اونا رو بورد لحظه اول نمیدونه. کولر روشن میکنه، موتور چند دقیقه کار میکنه، اگه سرما نرسه فن چند دقیقه کار میکنه، حالا اگر فیدبک نرسه و اینا ارور میزنه. ارورای فن و کمپرسور و شیر چهار طرفه و چیزای دیگه رو یه زمانی لازم داره، ولی اروری که تو لحظه اول بسم الله روشن کردی ارور زد، حتی بعضی از کولرها رو شما روشن هم نکنید دو شاخه‌شو بزنی به برق میبینی ارور میزنه. این ارور مال سنسور است. بورد همون اول سنسور، بخصوص سنسور پایپ و رومو چک میکنه که سر جاش باشن، وصل باشن. کولر رو نصب کردی، جابجا کردی، سرویس کردی، زدی به برق ارور زده، زدی به برق روشن کردی ارور زده، اول برو ببین سوکت‌ها رو جا زدی یا نه. این دید رو اگر داشته باشید میفهمید که سنسور اگه خراب باشه بلافاصله خودشو نشون میده. و یه چیزی هم میخواستم بگم از ذهنم پرید، همین ارور مربوط به سنسورها رو همون اول نشون میده، ولی مال فن و کمپرسور اینا رو یه مقدار دیرتر نشون میده. و یه سری سوال دم دستی هم بگیم. وقتی میریم پای کولر یه ارور میزنه چیکار کنیم؟ رفتیم یه کولر گریه نوشته E1 مینویسی تو گوگل مثلا ارور E1 کولر گری، یا مثلا این کولر ارور میزنه، میزنی مثلا چراغ چشمک زن داره، میزنی ارورهای کولر اوجنرال. گوگل سرچ میکنی یه چیزی مینویسه، مثلا میگه سنسور پایپ روم هر چی که هست خطای ارتباطی، اول همون رو چک میکنی، اگر از اون نبود بعد خودت حالا علائم کولر رو چک میکنی و اینا. و علائم کولر هم که گفتم همون فشار و آمپر و اینا میبینی برق میرسه روشن میشه و این داستانا. یه نکته هم همینجا تو پرانتز بگم، اگر یک کولر رو همون اول میزنی به برق هنوز روشن نکردی ارور میزنه، یا مال سنسوراست یا مال برق تغذیه برده. مثلا یه کولر نوسان برق داشته یا ترانسش مشکل داره یا یه اتفاقی هست یا روشن نمیشه، یا اگر روشن بشه همون اول کار ارور خودشو میده. ارور اول کار یا مال تغذیه برده یا سنسوراست. حالا سنسورا رو که میگم شاید مربوط به های پرشر لو پرشر هم باشه، مثلا کولری که گاز نداشته باشه، لو پرشر قطع باشه، تا بزنی به برق بهت میگه. حالا اینجا ما بحثمون لو پرشر و های پرشر نیست. خب زیادی حرف زدم، ببینم سوالات چی بوده. سلام مرسی. میگه ارور ایچار کولر ایولی چیه؟ گوگل بزن، هیچ کسی ارورا رو حفظ نمیکنه. موتورفن پی جی هست. حالا ما اینجا بحث موتورفن نیست. خب سلامت باشید. اینا توی فیلم‌های آموزشی هست. بله این بخشی از دوره تعمیراته که همین هفته داریم ضبطش میکنیم، بذاریم داخل دوره تعمیرات. میگه سلام، اگه سنسور رو در بیاریم هر دو سوکت روی بورد همزمان 5 ولت دی سی رو میده. معمولا توی اغلب طراحی ها همینه، کولر روشن باشه خاموش باشه مهم نیست، برقش وصل باشه، سنسورها رو بکشی یه دونه 5 ولت دی سی روی پایه های سوکت ها، سوکت سنسور پایپ و روم هست. اغلب طراحی ها اینجوریه، مگر اینکه حالا طراحی بورد خاص باشه بخواد این تجهیزاتش رو با یه ولتاژ دیگه راه اندازی کنه، ولی 99% همین 5 ولت دی سیه. خب میگه بعضی از همکارا به خاطر کم آوردن تعداد سیم کابل فرمان سنسور پایپ کمپرسور رو حذف میکنن، داخل پنل سرهمبندی میکنن. این یه نکته ریز داره، ما هیچ وقت مجاز نیستیم یه دونه سنسور رو بکنیم یه مقاومت بذاریم. سنسور خودش یه مقاومت متغیره، دما که بالا پایین میشه سنسور بالا پایین میشه، ولی مقاومت که بذاریم مقاومت ثابته. فقط توی سنسور پایپ کندانسور که اگر سیم نباشه ما مجبوریم یه مقاومت توی پنل داخل، اون دوتا سیمی که میخواد بره بیرون، همینجا بگیری مقاومت 10 کیلو 5 کیلو بهش بزن. فقط اینجا ما مجازی مقاومت بذاریم، اونم به شرط تست. بعضی از بردها ارور نمیدن. شما یه مقاومت جای سنسور پایپ کندانسور برای گرمایش استفاده میشه، یه مقاومت اینجا بذاری کار میکنه، ولی یه کولر هم هست ارور میزنه. این شدنی منتها به شرط تست. سنسور
چیزی مقاومت بزن جای سنسور پایپ کندانس، بذار یه روز کار کنه. اگه کار کرد که اوکی، اگر نکرد نه. چیز کلی نیست ولی میشه این کارو کرد. میگه چجوری هم مشتری پول تعمیر برد بگیریم و سوکت رو تکون بدیم و اینا. خب اینا دیگه باید تو کار براتون تجربه بشه، با یه جمله و دو جمله نمیشه گفت، ولی خب کار همینه دیگه. شما باید ایراد رو برطرف کنی. گاهی اوقات اون ایراد خیلی کار میبره، گاهی اوقات کمتر. حالا اینم باز متدای مختلف داره. بعضیا طبق زحمتی که کشیدن پول میگیرن، بعضیا میگن نه من کولرت ایراد داشت، ایراد رو برطرف کردم، اینم دستمزدمه. حالا اون دیگه بستگی به دیدگاه شما داره، من کاری ندارم فعلا. اوریفیس چیه؟ الان موضوع اوریفیس نیست، درباره سنسورهای کولر گازی اگر سوالی داری در خدمتم. اگر سنسور محیط خراب باشه از کجا بفهمیم باید سنسور چند اوم جایگزین کنیم؟ این سوال خیلی سخته و جوابای خیلی زیادی هم داره. میگه یکی از سنسورها خرابه، اومدی زدی اوم نداره، من سنسور چی بذارم؟ اینطوری هم نیست که مثلا یک کولر سنسور 5 داشته باشه، روم پایپش هم 5 باشه یا جفتش 10 باشه. کولر ممکنه مثلا یکی 5 باشه یکی 10 باشه، دوتاشون 10 باشن، دوتاشون 15 باشن، یا یکی 15 باشه یکی 20 باشه. قانون خاصی وجود نداره. و یه نکته ریز داره، سوالت خیلی تخصصیه ولی نکتهش اینه، این نکته ای که میگم توی 95% کولرها کار میکنه، 5% شده که کار نمیکنه. چون سنسورا معمولا چیزی نیست که روش بنویسه چند اومه، مشخصه خاصی نداره، انواع اقسام مختلفی تولید میشه و نمیشه که شما مثلا دیتا شیت سنسورا رو داشته باشی. شما همین الان سرچ بزن درباره این سنسور، هیچ اطلاعاتی بالا نمیاد. گفتم که یه سنسور وقتی رو سوکت باشه شما ولتاژ بگیری بین 2 تا 3 داره. هر ولتاژ مثلا 2 2 7 هر ولتاژی رو داشت، یه سنسور 5 و 10 و 15 روی اون یکی بذار. اینم اگر روی کار همون 2 7 که مثلا مشابه اون یه سنسور اونو داد، این اوکیه. یه مثال بزنم، من یه سنسور 5 دارم، یه سنسور 10. اینا روی کار باشن ولتاژ بگیرم، ولتاژ دی سی روی پایه هاشون روی برد هر کدوم مثلا 2.6 ولت میدن. معمولا یکی هن. خیلی کم پیش میاد سنسور روی کار خیلی کم پیش میاد ولتاژ روی کار سنسورها رو بگیری متفاوت باشه. جفتش وقتی کار میکنن یه ولتاژ به برد میفرستن توی محدوده ریز. اگر یکی 2.7 داشت، چند تا سنسور امتحان کن، هر کدوم 2.7 داشت، همون اوکیه. این توی 95% کولرها کار میکنه، سنسوری که ما نمیدونیم قبلیش چند بوده و میتونیم استفاده کنیم، ولی خب 100% نیست و 100% هم وجود نداره. خب میشه یه بار دیگه کار سنسور پایپ رو بگید؟ خب اینو اول لایف گفتم، 24 ساعت ذخیره‌اش میکنم، میتونید ببینید، ولی بعد 24 ساعت حذفش میکنم. مرسی از تحصیلات‌گستران عزیز. خب سنسور همه کولرها به هم میخورن؟ معمولا میخورن. تغییراتشون خیلی شبیه به هم نیست، یعنی تابعشون نمایی خیلی مشابه هم نیست، ولی میخورن. سوکتشون شاید نخوره که وسط راه سیما قیچی میکنی، سیما رو به هم وصل میکنی، کاری به سوکت نداشته باش. میگه پایپ بیرونی چه کاری انجام میده؟ پایپ بیرونی تو بعضی از کولرها موقع گرمایش دمای کندانسور رو میخونه و برای گرمایش خوبه. الان دیگه معمولا نمیذارن. خب دیگه سوالی نمونده. مرسی که تا اینجا همراه بودید، دمتون گرم. با اجازه، خدا نگهدار.